زمینه کمک میکنه. رزومتون رو که ارسال بکنید این عزیزان در سازمان ما رزومه های شما رو به شکل بهتری که قابل قبول تر باشه ولی با همون اطلاعات شما تهیه میکنن و به دنبال کارفرما براتون میگردیم. فرض رو بر این بذاریم که ما کارفرمایی رو داریم در حال حاضر که نیاز به جوشکار داره یا نیاز به یک آرایشگر داره یا داریم الان کسی رو که نیاز به تعمیرکار ماشینالات سبک داره. ما پیشنهادهای کاری اون متقاضی یا اون کارفرمای اصلی که به ما مراجعه میکنه و ما در واقع یه بانک اطلاعاتی از اون کارفرماها داریم، اطلاعات شما رو به اون کارفرما میدیم و میبینیم اگر که با هم همخونی دارن میتونیم برای شما پیشنهاد کاری بگیریم. اون شرکت یا اون کارفرما میبایستی که حتما دارای یک ویژگی ها و شرایط خاصی باشه، بستگی به استانی که از اون اقدام میکنیم داره و اینکه هر استانی یک تقاضایی داره. استان آنتاریو برای اینکه یک کارفرما بتونه پیشنهاد کاری به فردی بده و اینجا استخدامش بکنه یک سری گزینه‌های خاصی رو برای خودش در نظر گرفته و متقاضی میبایستی که واجد اون شرایط باشه. هر استان بنا به نیازهای شرایط خودش و قوانین خودش یک سری شرایط خیلی خاصی رو داره. بنابراین ما مطمئن میشیم که متقاضی دارای اون شرایط هست، هم کارفرما هم کارمند که بهش کار پیشنهاد میشه. پیشنهادهای کاری به اداره کار یا هیومن ریسورسز میرن و حتما کارفرما با متقاضی تماس میگیره، مطمئن میشه که شما رزومه که دادیم واقعی هست، در مورد کارتون باهاتون صحبت میکنه. پیشنهادهای کاری به اداره کار میره، اداره کار اونها رو بررسی میکنه و در صورتی که حتما هم با کارفرماتون در ایران تماس میگیرن و اگر که همه چیز خوب و واقعی باشه تایید اگر بکنن اون پیشنهاد کاری رو، ما نصف راه رو رفتیم. در واقع اونجا ما این حق رو داریم که این امکان برای ما هست که برای شمای متقاضی تقاضای ویزای کار بکنیم. زمانی که تقاضای ویزای کار میکنیم همزمان پرونده مهاجرتی شما رو تشکیل میدیم تا مادامی که منتظر اقامت شما هستیم که اخذ بشه برای شما تقاضای ویزای کار میکنیم. در طی این مدت میتونید مشغول به کار بشید و در همون شرکتی که کارفرما به شما پیشنهاد کاری داده تا اقامتتون صادر بشه. ولی برخی از شغل‌ها هستن که ما فقط میتونیم براشون ویزای کار بگیریم و کارفرما انقدر نیاز مبرم به فن و هنر متقاضی داره که فقط میخواد از طریق ویزای کار متقاضی رو بیاره و حاضر نیست که به دنبال اقامت باشه. اون رو هم انجام میدیم و ویزای کار تقاضا میکنیم، سفارت موافقت بکنه ویزای کار برای شما صادر میشه و مشغول به کار میشید. بعد از اینکه وارد کانادا شد متقاضی و مشغول به کار شد، بعد میتونه تقاضای ویزای کار بکنه، مثلا ویزای اقامت بکنه. چیزی رو که باید مد نظر داشته باشید اینه که تمامی شغل هایی که شما باهاشون میتونید ویزای کار بگیرید و ممکنه که الان به خصوص که دولت کانادا به دنبال این هست که نیروی ماهر رو به کانادا بیاره، بیشتر از اون که مهاجر بخواد بیاره اینجا در حال حاضر، ممکنه که صحبتمو فراموش کردم، ممکن هستش که پیشنهادهای کاری راحت‌تر انجام، یعنی ویزاها سریعتر انجام بشن یا با صدور اونها راحت‌تر برخورد بشه و راحت‌تر صادر بشه ویزاها. ولی چیزی که مد نظرتون باشه این هستش که تمامی این مشاغل میتونن منجر به اخذ اقامت نباشن. هر استانی قوانین خودش رو داره. اگر که ما در خدمتتون باشیم و ما این کار رو براتون انجام بدیم، حتما براتون چک میکنیم که آیا این شغلی که ما داریم برای شما میگیریم که بیایید اینجا و مشغول به کار بشید، آیا راحت شما رو منتهی به اقامت
میکنه یا نه. و بعد برخی ها هستن که فقط هدفشون این هستش که بیان اینجا کار کنن و اصلا نمیخوان اقامت بگیرن. برخی از افراد هستن که حتما هدفشون اقامت هست. اینو ما با شما صحبت میکنیم. تمام کارهایی که باید مربوط باشه و اجباری باشه برای گرفتن لایسنس ها یا گواهی های مربوطه از انجمن های مربوطه، اونها همه جزئی از سرویس هایی هستش که ما انجام میدیم برای متقاضی هامون. و کار هم قراردادی بین شما و کارفرما بسته میشه که در واقع حقوق شما هست، امکاناتی که به شما تعلق میگیره. برای برخی از کارها کارفرماها پول هواپیمای متقاضی رو هم پرداخت باید بکنن طبق قوانین اداره کار، و برخی کارها باید کمک برای هزینه زندگیشون بکنن. به هر حال همه اینها طبق قانون اداره کار باید انجام بشه. اینا همه تنظیم میشه. اگر بر اساس قوانین اداره کار نباشه، اون پیشنهاد کاری کارفرما در واقع اصلا پذیرفته نمیشه. بنابراین همه چیز بر اساس استانداردهای قانون کار باید انجام بشه. و ما برای بسیاری از مشاغل ممکنه که بتونیم پیشنهاد کاری بگیریم. کارفرماهای بسیار زیادی هستن که به ما مراجعه میکنن یا شرکت هایی هستن که داخل کانادا هستن و میدونن که ما مهاجرین زیادی رو بهشون کمک میکنیم. و از همین طریق تلویزیون من این پیغام رو میتونم به گوش شما عزیزانی که مایل هستین برسونم. با ما تماس میگیرن و اگر نیازی به نیروی کار خاصی داشته باشن ما در جریان قرار میدن. و اگر ما فردی رو بدونیم که میتونه اون نیاز رو پر بکنه حتما معرفی میکنیم. بنابراین اگر که مایل هستید که از این طریق اقدام بکنید، میتونید تقاضاهای خودتون رو برای ما از طریق ایمیل و یا فکس ارسال بکنید. شماره‌های تماستون رو بگذارید، حتما باهاتون تماس خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم خدمتتون. طباطبایی هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. الو جانم، سلام. سلام عرض کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی من یه سوالی داشتم. از آلمان زنگ میزنم، خواستم ببینم برای ویزای توریستی برای آمریکا، بله، روزی که برای اینترویو میخوایم بریم، مدارکی که لازم آدم ببره، حساب بانکی هم لازمه که آدم همراه داشته باشه نشون بده یا احتیاجی نیستش؟ برای آمریکا سوالتون بود؟ بله. من شرمندم که فقط برای آمریکا ویزاهای سرمایه گذاریشون رو انجام میدم و اطلاعی از ویزای توریستشون ندارم. ولی قاعدتاً همه کشورها وقتی که ویزای توریستی میخوان صادر کنن وضعیت مالی متقاضیشون رو در نظر میگیرن. فکر میکنم که یکی از مدارک مورد نیازشون باشه، ولی کن بهتره که با فردی صحبت بکنین که ویزاهای توریستی آمریکا رو انجام میده. من شرمندم. همراه باشه که اشکالی 100% بهتره. به نظر من حتما همراه خودتون داشته باشید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی از شما. خدا نگهدار. در مورد مرسی، خدا نگهدارتون. در مورد ویزاهای آمریکا صحبت کردیم. ارائه خدمات سرمایه‌گذاری آمریکا از خدماتی هست که ما ارائه میدیم. میتونید اگر مایل هستید حتی سرمایه‌گذاری آمریکا رو انجام بدین با ما تماس بگیرید، امیدواریم که بتونیم در این زمینه هم شما رو کمک بکنیم. در مورد پروگرام های ترکیه هرچند که اول خدمتتون نگفتم که در این مورد هم صحبت بکنم، ولی که در مورد پروگرام ترکیه، اقامت ترکیه رو صحبت کردم. خیلی افراد مایل بودن و مشتاق که این اقامت رو اخذ بکنن. ممکنه تا آخر سال مشخص میشه که از طریق سرمایه گذاری هم بشه اقامتی از ترکیه گرفت که شرایط بهتری از اقامتی که امروز میشه ارائه کرد داشته باشه. هنوز تصویب نشده، ولی اگر چنین باشه یکی دیگه از راههایی هست که میشه برای ترکیه سرمایه گذاری کرد و اقامتش رو داشت. پوینت مثبتی که داره، میدونیم که ایرانی ها نیازی به اخذ ویزا برای رفتن به ترکیه ندارن، ولی چون که میتونین حساب بانکی با این نوع خاص ویزا باز بکنین و بیزنسی رو راه اندازی بکنین، هزینه خیلی کمی داره، میتونید اقدام بکنید و اقامت اونجا رو هم اخذ بکنید. تا یه چند هفته هم براتون صادر میشه. در خصوص
پرونده هایی که بین 2008 تا 2006 معذرت میخوام بین سالهای 2006 تا 2008 فایل شدن و وزیر اداره ایمیگریشن اعلام کرد که این پرونده ها رو هدفش این هست که برگردونه و هزینه های دولتی رو هم به همچنین.